هر کس کودک داره و دلش میخواد کودکش در مباحث دینی، اهل بیتی، امام زمانی، امام حسینی، حال بچه خوب باشه، باید در اون سن تو اون فضا بهش خوش بگذره، ایجاد نشاط باشه، حس خوب داشته باشه که بگه آخ جون بریم هیئت. و این درسته. ما دخترها رو که بردیم 40 اولین بار سال 95، کوچولو بودن و سومی نبود، 2 تا بودن، انقدر بهشون خوش گذشت که الان فقط میگم بریم 40. یعنی فقط خوردن و موتور سواری کردن. یعنی همه مشای پیاده میرفتن، ما سیاره با ماشین رفتیم ستونا رو همه رو. خیلی مزه داد. الان هر وقت 1 ماه به 40 مونده، بابا 40، گفتم باشه 8 ساله بچه بریم. وقت بچه 11 ساله رو باباش برداشته 1400 تا ستون پای پیاده بچه رو برده، بچه نفسش بالا نمیاد. میگم 40 دست و پاش میلرزه. تو عقل داری؟ آقا میگن تو هیئت اتاق کودک باشه. این خیلی باز میپرسن از ما. بعضی بچهای کوچیک‌تر دوست دارن بازی بکنن، یه اتاقی هست میبرن اونور، نه صدایی نه سر صدایی. این غلطه. خب مهد کودک همه جا هست تو این شهر. ما میخوایم بچه موقع بازی و حس خوب صدای روزخونم بشنوه، این با این تلفیق بشه.